سخن آخر. من همه زندگیم را با شروع هیجان و ماجرا پشت سر گذاشتم. من با استقبال حرکت ها رفتم و سعی کردم به هدفهای خود برسم. هر درسی که آموختم نتیجه مستقیمی این آزمون ها بوده است و از جمله آنها اینهایند: انجام دهید، به جای نه به آره فکر کنید، خود را به حرکت بکشید، هدف داشته باشید، خرسندی کنید، تفاوت ایجاد کنید، بر پای خود بیستید، وفادار باشید، غنی زندگی کنید. بدون کار درآمدتان هیچ است. زمان دوست داشته من دم غروب است. میخواهم با همراه افراد خانواده و نیز دوستانم سر یک میز بنشینیم و تفریح کنیم. این جزیره بهشتی ترکیب کننده بسیاری از رویاها و هدفهای من در زندگی است. وقتی من و جان برای اولین بار این جزیره را پیدا کردیم، تصمیم گرفتم آن را خریداری کنم. کسب درآمد، ساختن یک خانه در این جزیره و بعد آبرسانی به آنجا حرکت‌های بزرگی بودند که باید حل می‌شدند. من حتی یک بار هم نگفتم که نمی‌توانم. من به سمت هدفم حرکت کردم و به آن رسیدم. امروز اینجا مکانی است که من، خانواده و دوستانم در آن اوقات خوش را می‌گذرانیم. اینجا مکانی است که من به آرامش می‌رسم و فرصت فکر کردن پیدا می‌کنم. اینجا من برخی از بهترین ایده‌هایم را پیدا می‌کنم. آخرین اتفاقی افتاد که چشمانداز من از زندگی را جمع‌بندی کرد. تندباد در جزیره‌های ویرجین وزیدن گرفت. خانه‌ام در نکر از مواد طبیعی ساخته شده بود و بیشترش از چوب بود. بسیار حیران کننده به نظر می رسید، اما آن طور ساخته بودم که در برابر طوفان با سرعت 180 میل در ساعت هم پا بر جا بماند. هر 50 سال یک بار طوفان به نکر هجوم می آورد. در شرایط طوفان در آن خانه بودن فرصتی مناسب بود. به درون حوض رفتم، سرم را زیر آب کردم تا طوفان از بالای سرم عبور کند. تجربه فوق‌العاده بود. تماشای برخورد امواج با صخره‌ها، شنیدن صداهای غرش طوفان، روبرو شدن با طوفان‌های زندگی کاری است که به آن عادت دارم از زیر طوفان‌ها بگذرم و سالم به مکان امین برسم. پا به سین گذاشتن و بزرگتر شدن تغییر در من ایجاد نکرده است. وقتی به ایده جدید دست پیدا می‌کنم، می‌خواهم بر قایق سوار شوم و به استقبال آن بروم. همسرم میگوید برای چی 60 ساله میشوی ریچارد؟ سخت نگیر، از زندگی لذت ببر. اما من کارهای خطرناکی زیاد کردم. حالا هم میخواهم هر چیز جدیدی را امتحان کنم. من تحت تأثیر حرکت‌های جدید به حرکت در میآیم. من همانطور که گفتم راه آهن انگلیا را که زمان بدترین راه آهن دنیا بود به بهترین راه آهن جهان تبدیل کردم. فکر میکنم اگر شما چون این کارها را انجام دادید، در پایان میتوانید بگویید که خوب زندگی کرده اید. اگر همین پولهایم را در بانک بگذارم و به کریب بروم تا بقیه عمرم را آنجا سپری کنم، موقعیت بی‌نظیر فردی خود را ضایع کردم. من میتوانم تغییراتی به وجود آورم که از دنیا مکانی بهتری بسازم. من میخواهم همواره خودم را نوسازی کنم. میخواهم فرصتهای مناسب بیشتری پیدا کنم. من 1/3 زمانم را صرف پیشرفت، 1/3 عمرم را صرف ماجرای جوان و 1/3 زندگیم را صرف مبارزه با مشکلات کردم. امیدوارم برخی از بهترین شرکت را در دنیا ایجاد کرده باشم. من البته بزرگترین شرکت‌های جهانی را راه‌اندازی نکردم. مردم از من میپرسند در چند نقطه از زندگیم تصوری موفقیت میکنم. میگویم من هنوز مشکلات دارم. سخنرانی در برابر جمع برای من دشوار است. خیلی وقتا از بسیاری از عمرم شک میکنم. ما در ویرجین راهمان به بسیاری از شرکت‌ها تفاوت دارد. ما با کارکنان، مشتریان و تجارتمان به طرز دیگری برخورد میکنیم. ما در واقع همکارانی حیرت انگیز و منحصر به فرد داریم. من فکر میکنم هر اتفاقی که بیفتد ویرجین سری جای خود باقی میماند. من معتقدم باید از جهان دنیای بهتری ساخت. من در پی هر ایده‌ای که به ذهنم خطور میکنند میخواهم کار مفید انجام دهم. امیدوارم من و هم کارانم بتوانیم دنیای جدیدی بسازیم. تمام مطالبی که در این کتاب خواندید درسای من و هدفهای من در زندگی هستند. اینها چیزهایی هستند که به آنها اعتقاد دارم، اما اینها فقط برای من منحصر به فرد نیستند.
همه باید پیوسته در مقام آموختن باشند. همه باید هدف داشته باشند. هر یک از درسایی که من آموختم می توانند مورد استفاده دیگران قرار گیرند. هر کار را که بخواهیم می توانیم انجام دهیم. حرکت کنید. قدم اول را بردارید. انجام دهید. بیشترین موفقیت را برایتان آرزو می کنم. امیدوارم زندگی بسیار غنی داشته باشید. پایان کتابی دیر نکن انجامش بده از ریچارد برینسون.